سلام مهربونا از همه دنیا. بریم با هم یه شیرینی خوشگل و جذاب و متفاوت درست کنیم. شیرینی باد بزن. خیلی آسون و راحت آماده میشه. موادش هم در دسترسه. پودر قند 50 گرم الک میکنیم. کره همدمای محیط 75 گرم به پودر قندمون اضافه میکنیم و خوب با همزن هم میزنیم. بچه این مرحله خیلی مهمه. خوب با همزن بزنید موادو تا به شکل سفید و پفکی در بیاد. مرتبم دورگیری کنید. موادو به وسط کاسه هدایت کنید تا همه موادتون یک دست بشه. خب به این شکل سفید و پفکی شد. یه دونه تخم مرغ رو بهش اضافه میکنیم. وانیل، خوب هم میزنیم. بچه این دورگیری مهمه. مرتب مواد رو به وسط کاسه هدایت کنید که همه مواد یک دست با هم مخلوط بشه. پودر نشاسته داریم 10 گرم اضافه میکنیم و مجددا هم میزنیم. خب اینجا بیکینگ پودر دارم با آرد که حدودا 200 گرم هست مخلوط میکنم و به موادم اضافه میکنم. بچه آرد رو تو چند مرحله روی مواد الک کنید تا جایی الک کنید که دیگه خمیر به دست نچسبه. میدونید که آرد متفاوته. من اول با لیسک هم میزنم. در چند مرحله آرد رو اضافه میکنم. بعد دیگه لیسک رو میذارم کنار و با انگشت خمیرم رو جمع میکنم. بچه این مرحله ورز دادن نداره. باید با انگشت خمیر رو جمع کنیم. وقتی که با دست تمیز خمیر رو دست میزنیم باید خمیر دیگه به دست نچسبه. یه خمیر لطیف نرم و خمیری هستش که به دست نچسبه. خب میذاریم توی یک کیسه فریزر و حدودا نیم ساعت بهش استراحت میدیم. من روشو صاف کردم. بره توی یخچال یا فریزر یکم استراحت کنه. خب موادمو به 2 قسمت تقسیم کردم. قسمتی رو که استفاده نمی کنم مجدد میذارم توی یخچال که خنک بمونه. بعد با وردنه مطابق فیلم حالت ضربه‌ای و بعد با وردنه باز میکنم. خب از کاتر به شکل گرد من دارم استفاده میکنم. شما میتونید قطرش دیگه بستگی به خودتون داره که کوچیک باشه یا بزرگ باشه. از وسط نصف میکنیم. من اینجا یه کاتر بزرگتر استفاده کردم. مجدد از وسط نصف میکنیم. ضخامتش به اندازه ویدیو باشه. خب همه خمیرم رو باز کردم. زرده تخم مرغ نیاز داریم. پودر کاکائو،
با یه قاشق شیر مخلوط میکنم و به زرده اضافه میکنم. این مواد برای رومال شیرینیامون هستش. اندازه دقیق همه مواد رو براتون نوشتم. خب از مخلوط زرده و شیر و کاکائو روی شیرینیامون میزنیم. و بعد با یه سیخ چوبی روش خطوطی ایجاد میکنیم به شکل باد بزن. بچه مخلوط زرده تخم مرغ رو مرحله به مرحله اضافه کنید، یعنی همه رو رومال نکنید بعد خطوط رو ایجاد کنید چون اون جذب شیرینی میشه. مثل من هر ردیف رو میزنم و بعد خطوط رو ایجاد میکنم و بعد دوباره ردیف بعدی. خب همه شیرینی ها رو به این شکل هم رومال میکنیم هم خطوط رو روش ایجاد میکنیم. بچه اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید لایک یادتون نره، ممنون. خب بره تو فرن 170 درجه به مدت 15 دقیقه. حرارت فرن متفاوته، حواستون باشه. بچه تغییر رنگش فقط باید 1 درجه تیره تر بشه، نه زیادتر. بفرمایید. اینم شیرینی های خوشگل و جذاب ما که سریع هم آماده میشه. یه شیرینی متفاوت. امیدوارم که این آموزش هم دوست داشته باشین. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. متشکرم که تا انتهای ویدیو با من بودین. تا آموزش بعدی، ایام بکام. خیلی دوستتون دارم. بدرود.